آفتاب رازی دل ولی خاک پدید آورد اسراری نهانی. چمن چون کوبه ای گهور فروش است زیورهای دریایی و کانی. به خاطر جواب نمودن قشرهای گوناگون جامعه به کتاب و کتابخوانی با فرمان پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان سال سیوم است که در کشورمان آزمون کتابخوانی بهترین تحت عنوان فروغ صوفی دانایی کتاب است برگزار می‌گردد. در دوره داخلی مکتبی آزمون در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 125 ناحیه فردوسی رقابت میان داوطلبان خیلی پرشدت بود. در این دور از مؤسسه نامبرده زیاد از 70 نفر خوانندگان خواهشی در آزمون اشتراک نمودن را داشتند. مخصوصا در نامیناسیون ادبیات کلاسیک داوطلبان خیلی زیاد بودند و عجیبی کار در آن است که اکثر خواهشمندان خوانندگان صنف‌های پایانی به حساب می‌رفتند، ولی از میان همه آنها تنها به 4 نفر میسر گشت که بهای بلند گرفته برای اشتراک در دوره منبع را خط گیرند. غزل از کمال خوجندی. این چی مجلس چی بهشت این چی مقام است اینجا. عمری باقی روحی ساقی لبی جام است اینجا. دولتی کس همه بیگذشت از این در نگذشت. شادی کس همه بیگرخت غلام است اینجا. چون در آیی به طرف خانه ما با غم دل همه گویم مخور که حرام است اینجا. ما با وامی فلکم از بر ما گر بیروی آهسته که لبی جام لبی بام است اینجا. نیست در مجلس ما پیشگاهی ثبت نها. شاهی در پیش ندارند کدام است اینجا. صفتی او همه سوخته و گم رویم و جو از ظاهری افسرده که خام است اینجا. چند پرسید چی مقام است کمال این که تو را این مقام نه منزل نه مقام است اینجا. ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را. دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را. گر به صد خاری جفا آزرده سازی خاطرم خاطری نازک به برگی گل نیازارم تو را. قصد جان کردی یعنی دست کوته کن زی من. جان زی کف بگذارم و از دست نگذارم تو را. یک دو روز صبر کن ای جانی بر لب آمده. زان خواهم در حضوری دوست بسپارم تو را. این چونین که از صوت مطرب بزمی عیشت بر صداست. مشکل آگاهی شود از ناله زارم تو را. گفتی خواهم هلالی را به کامی دشمنان. این سزایی من که با خود دوست می دارم تو را. تا کی به درت آیم و دیدار نبینم. 100 بار تو را جویم و یک بار نبینم. گویا حرمی کوی تو کعبه است در آنجا. هر چند روم جز در و دیوار نبینم. دانی که مرا بزمگاه عیش کدام است. جایی که تو را بینم و اغیار نبینم. امروز در این شهر کسی نیست که او را در دام بلای تو گرفتار نبینم. او می رود و جمع رقیبان ز قفایش تا شیوه آن قامت و رفتار نبینم. خورشید لطافت رخ یار است هلالی. آن روز مبادا که رخ یار نبینم. ندانم که این همه ترکی ادب چیست. حدی خود را نمیدانی سبب چیست. ادب خواهی زیحت بیرون منه پای. زیهر جانب که خواهی در میان آی. ادب آرایشی افعال باشد. ادب آسایشی احوال باشد. فراغی باطن از آسایش اوست. فروغی باطن از آسایش اوست. ادب مجموعه حسن و جمال است. بهار در کمال اعتدار است. همه کارت زی قدری خود باشد. زی قدری خود نکم نبیش باشد. به این میزان اگر خود را بسنجی نرنجد از تو خود هم نرنجی. چو بنشینی چنان شاید که باید. چو برخیزی چنان باید که شاید. چراغی دیده شب را میفروز که گردد تیره چون روشن شود روز. خوراک پزم آب بیار نمیتونم آچه جان. جارب کنی گل بهار نمیدونم آچه جان. در نامیناسیون خواندن و از خود نمودن ادبیات بچگانه نیز رقابت خیلی سخت بود. از روی این نامیناسیون در مجموع 20 نفر میان خود سبقت دانش نمودند و در آخر تنها 4 نفر برای اشتراک در دوره ناحیوی را خط گرفتند. اگر نمی بود خواهرم گلنار
نمی شدم من از خوابم بیدار، گر نمی شدم از خوابم بیدار، نمی کردم من درسم را تکرار، گر نمی کردم درسم را تکرار، دو می گرفتم جای 5 و 4، گر می گرفتم 2 جای 5 4، از من می رنجید خواهرم گلنار. شعر از لطافت کنجیوه. سوی وادی دشت و صحرا می شتابد آب دریا، تا خورد آب طفلکی او، لاله تر سبزه جو، باد نرمک تا بیاید بیدی مجنون می کشاید، طفل دریا به حساب است، آچه دریا در شتاب است. این دخترک را بینگرید، در تن لباسی سبز مهمان به نزدی ما شده است، شادی کنید. نامش زمستان بچه ها، بر پیشوازی او روید، گوید مهمان مرحمت، خوش آمدید. شعر از عبدالملک بهاری. ماشان خوابیده است، در خواب دیده است، در تک دیواری انبار، دو موش تازه هنگامی بازی، موشان خزیده است نگاه جهیده است، وای از شتابش خزد که خوابش. غریبی کوی سخت است ای برادر. زینب فوزیل، فرهناز اخونوبه و طاهر ناظیموف در نمیناسی ادبیات معاصر سزاوار جایهای نمونوی گشتند و به هر سه آنها اجازه داده شد تا در دور نوبتی دانش خود را میان داوطلبان از دیگر ناحیه‌ها بسنجند. دل گدای دیگره و من گدای دیگره، دل ادای دیگره و من ادای دیگره، بین ما و دل همیشه هر بزر به شوق خواست، دل فدای دیگره و من فدای دیگره، داغ روی داغ بگذارم و خواهم از طبیب، دل دوای دیگره و من دوای دیگره، دل دوای دیگره و من دوای دیگره، گرچه ما هرگز رواداری گناه نیستیم، دل فدای دیگره و من فدای دیگره، به خطا هرگز بودن لیک صادر میکنیم، دل خطای دیگره و من خطای دیگره، گرچه یک لختیم یک وقت از کجایم ای دریغ، دل بر جای دیگره و من بر جای دیگره. شعر بنا می نکرد آموزگار دارم، در انجمن به دستت چون تحفه سپارم، بهر سپاس خاطر دستت همه فشارم، مینت پذیرم از تو دایم بر روزگارم، زین رو بزرگ هستی مثل پدر معلم، در عالم معانی همراه بر معلم، حرف درست خواندم از شوق می دمیدی، ناقص که می نوشتم بر خویش می تپیدی. طفل ماندم از تو مادر، روی تو در یاد نیست، قامتی تو چشمی تو ابروی تو در یاد نیست، در سراغت میزنم خود را به هر یک کوی و در، چون که تا امروز مادر کوی تو در یاد نیست. رفتم از زنهای پیری دیه کردم جستجو، رفته با سنگ مزار تو نمودم گفتگو، گوش کردم رفته هر یک جنبشی شاخ درخت، با گیاه و سبزه های دشت گشتم روبرو، رود می گفتم که او آب مرا نوشیده بود، کوه می گفتم که در آغوش من کوشیده بود، غصه می گفتم که کرباس مرا پوشیده بود، دایه می گفتم که با من شیر گاو دوشیده بود، شه در کامش همیشه تلختر از زهر بود، هم شریعت هم طریقت سروری بدقهر بود، مادر بیچاره تو مختصر سر تا به پا، یک زن ناسوده و یک مشت پر در دهر بود، یک زن دیگر که در ده بیش از 100 سال داشت، مادرت می گفت او در کنج لب یک خال داشت، کلچه رو زنجیر مو در قد و قامت چونی ها، گر سؤال آید از مولا زبانی لال داشت، مادرم در یاد تو گشت و گذار می کنم، از برای مهر تو دل را مزار می کنم، خدمتی شایسته بر یار و دیار می کنم، نظم خود را بر سر قبرت شعار می کنم، دوست دارم مادرم با یاد تو قشلاق را،
رودهای نقرگان و نیلگون آفاق را. همزمان در بام مکتب لالگان بیراق را، همزمان قشلاقیان در محبت تاق را. یکی در کوی تنهایی شبی ظلمت سحر دارد. اسکندرزاده فاطمه آموزگار همین مؤسسه هست و از فن زبان و ادبیات تاجیک درس میگوید. وی استعداد شعرنویسی دارد و خواست هنر خود را در این آزمون بسنجد. وی از روی نامیناسیون پنجم برآمد نمود و برای اشتراک در دور دوم راه خط گرفت. یکی بیمار دل از زخم نومیدی خبر دارد. یکی بر کوی غم افتاده و دو چشم تر دارد. یکی دیدم به حسرت ها به دل خونی جگر دارد. یکی در کوی تنهایی شبی ظلمت سحر دارد. یکی سرگشته و آواره و بی متکا دیدم. یکی را با غم و دردی زمانه مبتلا دیدم. یکی سرسان و سرگردان به دشت کربلا دیدم. خدایا این چی درد است که به دنیای فنا دیدم. بدیدم مادری تنها که اشکی به صدا میریخت. ز بیرحمی و دل سردی دنیای فنا میریخت. پدر با دیده گریان ز داغ حسرت فرزند به گرداب غمان افتاده خون از دیده ها میریخت. یکی بیمار دل از زخم نومیدی خبر دارد. یکی بر کوی غم افتاده و دو چشم تر دارد. یکی دیدم به حسرت ها به دل خون جگر دارد. یکی در کوی تنهایی شبی ظلمت سحر دارد. فاطمه گرچه دارد زندگی در کوی بختی خیش، ولی با قلب خونشارش هنوز یادی پدر دارد. ای عزیزان، خالق حق بر سر ما رهبر است. رازگوی و راز پرور در جهان این مادر است. قدر این نعمت ندانست کور شد هر ناخلف. چون پیامبر گفت جنت زیر پای مادر است. فاطمه آسان نآمد آبرویت پیش خلق، دان که این نعمت همه فیضی دعای مادر است. همین طریق دور اول آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است در مؤسسه رقم 125 ناحیه فردوسی جمع بست گردید. چطوری گفتیم در مجموع در این آزمون از مؤسسه نام برده 70 نفر اشتراک نموده. 12 نفر آنها برای اشتراک در دور ناحیوی امکان پیدا کردند. دور اول آزمون در دیگر مؤسسه‌های تعلیمی کشور ادامه دارد. با ما بمانید و ما حتما شما را از رفت آن آگاه خواهیم کرد. گویند مرا چون زاد مادر، پیستان به دهان گرفتن آموخت. شبها بر گهواره من، بیدار نشست و خفتن آموخت.